intro. های شما را، سلام مادرهای شما را، خواهرهای شما را، سلام هر یک تاجیک و تاجیکستانی را من در صندوق سینم جا کرده این همه فاصله رو پیموده توسط طیاره آمدم به نزد شما و حق میدهم برای خودم، اجازه میدهم که من از نام همان ملتی که در تاجیکستان است، همان خواهرها و همسرها و برادرهای شما که چشم انتظارند همیشه در راه آمدن شما، همان انسانهایی که قلبشان نبضشان برای شما میتپد، همان خانم وفاداری که سالیان سال آمدن یک شوهر مهاجرش را انتظاری میکشد، من به خودم اجازه میدهم که سلام و پیام و دعا و کلام و حرفی آنها را به پیش شما بیارم و حرف آنها همین است، حرف من همین است، حرف همه مردم تاجیکستان همین است که شما در پناه لطف پروردگار باشید. در این گوشه دنیا شما خود را ساختید، زندگی خود را ساختید، یعنی نباختید، انسانیت خود را از دست ندادید و این قهرمانی است. یک جوانی که از کوهستان واروخ به این که زبان را میداند، جوان 16 ساله 17 ساله، اگر از زبان روسی مکسیموم شاید میداند 4-5 کلمه، میآید به این مملکت، به این شهر و در اینجا همین جوان روستایی، همین جوان دهاتی که در سینه‌اش دل تاجیک میتپد، یک خانواده را نان میدهد، یک خانواده را میخوراند، یک خانواده را میپوشاند. نان آور خانه است، ستون خانه است، دیواری هست که همه اهل خانواده به این دیوار مستحکم و سنگی تکیه میکنند. پس چرا همین جوان روستایی، همین مهاجر مهنتی، همین غریبی که در اینجا کار میکند، با شرافت و ارادت با سری بلند مهنت میکند، چرا برای من قهرمان نباشد؟ قهرمان است برای من و از ذات پاک زن مادر، همان بانوی برای من قهرمان است، همان تازه عروسی برای من قهرمان است که صادقانه و شب گاهی از کفر و دین گفتی، من از عشق، من میخواهم که عشق سردفتر حیات زندگی هر یکی ما با شما باشد. و میدانید یک چیز دیگر، من همیشه با رفیقان خودم، با برادرهای خودم، با دوستان خودم تاکید میکنم که زندگی رو با خواست دلشان زندگی بکنند، زیرا میدونید زندگی یک بار میسر میگردد به آدم، این لحظه ها و این سالها تکرار نمیشوند. ما مثلا نمیتوانیم بگوییم که بعد از چند سال خیر کارهایی که نکردیم میکنیم، نه، این خیلی نمیشود. آدم ها 70 ساله و 80 ساله میشوند، پیر و ناتوان میشوند، بعد پشیمان میشن که ای چرا من این کار رو نکردم، چرا من آنجا نرفتم، چرا من این نقشه ها رو عملی نکردم. برای همین چراها و سوال ها زیادند. برای همین برای خودتان زندگی بکنید، کیف کرده زندگی بکنید، از زندگی بهره بردارید. هر یک لحظه زندگی غنیمت است، عمر کوتاه است، زود میگذرد. برای همین کوشش کنید که در کنار یاران، در کنار رفیقان با شادی و خرسندی این عمر